نمای بیرونی قلعه همچون برج و قلعه‌های قدیمی بازسازی شده که دارای دیوارهای بلند و کنگره‌دار و برج‌هایی در چند سوی اون هستش که شباهت خاصی به فلک الافلاک داره. بعد از موزه بازدیدی هم از پارک کمال خواجندی دارم که درست چسبیده به اون هستش. با مردم که صحبت میکنم میگن که بازسازی این پارک به طور کامل بر عهده ایرانی‌ها بوده و چند سالی است که کار اون به اتمام رسیده. حس خوبی دارم وقتی هنر ایرانی رو در اینجا به این زیبایی میبینم.